ملت عزیز ایران، هموطنان شجاعم، شما در 2 هفته گذشته به ویژه در 4 روز اخیر با تظاهرات میلیونی پایه‌های رژیم نامشروع جمهوری اسلامی را به لرزه درآورده اید. اینک با اتکا به پاسخ میلیونی شما به فراخوان‌های روزهای گذشته و با مشروعیت و مقبولیتی که از شما دریافت کرده‌ام، مرحله دیگری از خیزش ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و بازپسگیری ایران عزیز را اعلام می‌کنم. 1. در داخل ایران علاوه بر تسخیر و حفظ خیابان‌های مرکزی شهرها، تمام نهادها و دستگاه‌هایی که مسئول تبلیغات دروغین رژیم و قطع ارتباطات هستند، اهداف مشروع به حساب می‌آید. کارکنان دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح و انتظامی فرصت دارند به مردم بپیوندند و یاور ملت باشند، یا اینکه همدستی با قاتلان ملت را انتخاب کنند و ننگ و نفرین ابدی ملت را برای خود بخرند. 2. در خارج از ایران تمامی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران متعلق به ملت ایران است و زمان آن رسیده که به جای پرچم ننگین جمهوری اسلامی با پرچم ملی ایران مزین شود. ما در آستانه بازپسگیری ایران عزیز از جمهوری اسلامی هستیم. خامنه‌ای و رژیمش چندین ضربه سنگین از شما خورده‌اند و نباید به آنها مهلت تنفس دوباره بدهیم. رژیم با کمبود جدی نیروی سرکوب روبروست و افزایش تیراندازی به سوی مردم نه از سر اقتدار، بلکه ناشی از کمبود مزدور و ترس از فروپاشی و سقوط سریعتر است. ما اجازه نخواهیم داد که این جانیان خون جوانان ما را بیش از این بر زمین بریزند. ما به آنها فرصت نخواهیم داد. ما به عقب باز نمی‌گردیم. آزادی ایران نزدیک است. خونهای به زمین ریخته شده فرزندان جاویدنام ایران هدایتگر ما به سوی پیروزی است. ما تنها نیستیم. کمک‌های جهانی نیز به زودی میرسد. منتظر پیام‌های بعدی من باشید. ما به زودی ایران عزیز را از جمهوری اسلامی پس خواهیم گرفت و در همه جای ایران جشن آزادی و پیروزی را برپا خواهیم کرد.